ببین اینا یه سری فاجعه های سنگین تو بازار طلا 18 شاید آخرین فرصت هایی باشه واقعا خرید کنین. صعود دلار که واقعا داره تاریخی پیش میره و سکه امامی که بالاخره تونسته سقف تاریخی خودش رو بزنه. عجله نکنی، از قیمت جا موندی، از این فرصت قشنگ جا موندی. درود بر شما دوستان عزیز آریپایی، پارسا هستم، اینجا آریپا تریدینگ. خب به شدت داریم صعود سنگین طلا 18 رو میبینیم. قیمت در همین چند دقیقه‌ای که من اومدم تحلیل کنم از 9450 الان به 9600 رسیده. سکه امامی در همین چند دقیقه 1 میلیون تومان روش رفته شده 104 میلیون تومان و دلار شده حدود 105250 که البته این دلار یه داستانی داره که توی تحلیل‌ها بهش اشاره میکنم. پس تا آخر تحلیل همراه من باشید. و صندوق‌های طلا رو داریم می‌بینیم که صعود بسیار عالی داشتن و موقعیت‌های بسیار عالی برای خرید صندوق طلا بهتون پیشنهاد میکنم که طبق خود طلا 18 عمل کنید. حباب سکه امامی که مجدد صعود بسیار خوبی داشته و امروز به قیمت 12 میلیون و 700 رسیده. خب اول از همه بدون وقفه بریم سراغ تحلیل طلا 18. ببینید دوستان، طلا 18 به شرایطی رسیده که همونطوری که دیروز هم اشاره کردم گفتم بازار پولبک هاش رو روی 23%، 50%، 68% و 78% میاد پولبک هاش رو انجام میده، ولی خب این بازار بیشتر 68% نداره. پس در هر نقطه ای که پولبک تموم شد، شما پولبک تموم شد رو باید از کجا بفهمی؟ بری تو تایم های پایین تر. تایم تو باید خیلی پایین بری، باید بیاری روی 5 دقیقه. الان سایت TGU به خاطر ترافیک سنگینش من اگه تایم رو عوض کنم خیلی طول میکشه تا صفحه مجدد پایین بیاد. توی تایم های پایین تر وقتی وارد بشی همچین حرکت هایی رو میبینی. وقتی یک صعود سنگین انجام میشه پولبک های ماژور رو خیلی دقیق تر میتونی ببینی. به این صورت به یک موج کوچیک دیده نمیشه دوستان، به صورت پولبک های ماژور دیده میشه یا به این صورت دیده میشه و یک حرکت یک تیکه میاد به شما تریگر ورودش رو یا در این قسمت میده یا میاد در آخر در اینجا تریگر ورودش رو بهتون میده که شما اینقدر از قیمت جا نمونین. الان دوستان به من پیام دادن میگم ما از قیمت جا موندیم، تریگر ورود رو نتونستیم دقیق بگیریم. خب دوستان الان قیمت طلا 18 اومده روی این نقطه، یعنی الان طلا 18 ما این نقطه هستش. شما تریگر ورود رو باید در تایم های پایین تر بگیری. برای همین نمیگم الان بازار فعلی کار افراد حرفه‌ایه. اگر الان افراد غیر حرفه‌ای میخوان سرمایه گذاری در بازار طلا 18 انجام بدن، لطفاً دوستان تایم سرمایه گذاریتون رو بلندتر بکنید. اما به این قضیه هم اشاره کنم که یک سری شرایط در بازار بسیار متحمل هستش دوستان. خب یادتون باشه من در ویدیوهای قبلیم هم به این موضوع اشاره کردم که طلا حدود 1,100,000 تومان از شروع موج صعود قبلیش میتونه صعود داشته باشه. بنابراین دوستان در شرایط فعلی موج صعود اصلی ما در این قسمت هستش، در 8,700,000 تقریبا هستش و خب حدود 1,100,000 میشه نزدیک های 9,800,000، یعنی 1 الی 1,100,000 میتونه صعود بسیار خوبی داشته باشه، یا اینکه 2 برابر یعنی 2,200,000 تومان هم صعود داشته باشه. اما فعلا در شرایط فعلی بخوایم به صورت کلی و در شرایط امن و سیف بگیریم، حدود 1,000,000 تومان طلا 18 میتونه صعود داشته باشه از شروع قیمت صعودیش. یعنی تارگتی که برای ما فعلا داره در نزدیکی 9700 الی 9800 هستش. تارگت فعلی ما در صورتی که بله 9800 9700 بلکه 9800 رو بشکنه، تریگر ورود بده، اون موقع شما به راحتی میتونی طلا 18 رو تا 10800 10900 هم داشته باشی و یک صعود بسیار وحشتناک خواهد بود در طلا 18. اما دوستان این قضیه‌ای که فعلا وجود داره، خب تارگتمون رو اگر ما یک 9700 ست میکنیم و یک محدوده‌ای برامون به وجود میاد در این قسمت و احتمال برخورد این قسمت به این قیمت بسیار زیاد هستش دوستان، و اینکه بخواد قیمت زمانی که برخورد خودش رو انجام داد
بخواد مجدد یک ریزشی داشته باشه. نه اینکه الان من بیام بگم ریزش بگی خب عالی شد، میریزه میره 8 میلیون تومان، میریزه میره 7 میلیون تومان. نه، ریزشی که بخواد داشته باشه تهش 9 میلیون تومنه، تهش 8 میلیون و 500، تهش خیلی بهت رحم کنه 8 میلیون و 500. خیلی خیلی بخوایم به این موضوع بدبین باشیم 8 و 500 دوستان، یعنی بخواد نزول داشته باشه پله اول نزولش اصلا 9 میلیون و 300، یعنی اصولش بر 9 میلیون 300. اگر مافیا بخوام بازار رو دستکاری کنن میشه 9 میلیون تومان، اگر بخواد دولت همراه مافیا بازار رو دستکاری کنه میشه 8 میلیون و 500 هزار تومان. وگرنه طبق اصول فعلی بازار بخوایم پیش بریم، اگر به این قیمت هم برخورد بکنه بخواد پول بک بده، اصولا پول بک خودش نهایت باید تا 9 میلیون و 300 تومان بده. اصولا اگر بخواد این قسمت رو به صورت شارپ و به صورت یک تیکه بشکنه، کندل اول صعودی شد قوی بود، کندل دوم قوی بود، تاییدیه صعود شما برای ورود به بازار بالای 10 میلیون و 700 تومنه. یعنی شرایط فعلی که در بازار طلا 18 ایار وجود داره باید همینقدر حرفه‌ای عمل بکنید. تک تک این قیمت ها، تک تک این امواج، تک تک این تایم فریم ها باید براتون مهم باشه که به چه صورت نوسانگیری کنیم، به چه صورت سرمایه گذاری بکنیم. بازار طلا 18 ایار داره اینطوری ایجاب میکنه که شما وارد بازار به این صورت بشید. خیلی حرفه‌ای تر و دقیق تر از همیشه باید عمل بکنید. هر قدمی که دور از یک رفتار حرفه‌ای و دقیق باشه در بازار فعلی که موقعیت‌های بسیار خوب خرید وجود داره تبدیل میشه به موقعیت بسیار خوب ضرر شما. حالا این گویا این میدان. بریم سراغ نمودار دلار دوستان. همونطوری که قیمت دلار رو الان یک بار دیگه با هم دیگه چک کنیم که دچار لگ‌های تی جی یو نشیم. قیمتش 105280 هستش. خب قیمت دلار با هم دیگه نگاه میکنیم، تقریبا سقف دلار حدود 105700 هستش. پس یک مقدار بسیار کمی با قیمت تاریخی خودش فاصله داره و همونطور که دارید میبینین دوستان در گذشته بازار در این قسمت فی‌الواقع میشه گفت قیمت تقریبا، یعنی همون شما باید رند قیمتی رو در نظر بگیرین. قیمت تاریخی حدود 150 نزدیک 900 بوده، رند قیمتی رو در نظر بگیرین قیمت تاریخیش میشه 106000 تومان. 106000 تومان شکست انجام بشه شما باید در اون زمان شروع به خرید خودتون انجام بدین. الان دلار در حد اکثر قیمت خودش وجود داره. کوچکترین تأثیری که بخواد بازار روی دلار بذاره قیمت رو برمیگردونه. دوستان به یک موضوع اشاره بکنم، عزیزان خیلی به این قضیه اشاره کرده بودن که اونس جهانی طلا تأثیرش کجا بود. ببینید دوستان، اونس جهانی طلا تأثیرش روی طلا 18 ایار به این صورت بوده که مثل یک فنر جمع شده و دلار اون فنر رو آزاد کرده. شما یه تست بکنین میبینین چه سرعت بسیار قوی داره، یا به هر حال همتون فیزیک خوندین به هر حال میدونین. دقیقاً الان در طلا 18 ایار آزاد شده چون اونس جهانی طلا صعود بسیار سنگینی داشته. دیدیم از 3300 دلار به نزدیکی 3700 دلار الان رسیده. همونطوری که در صفحه اصلی هم الان میبینین، البته الان بازار تعطیل، فردا باز میشه، نزدیک 3700 دلار رسیده و این دلار باعث شده که طلا 18 ایار بالا بره. حالا یه نکته، به این نکته توجه کن، این قضیه هم میتونه باعث بشه که این فنر آزاد شده اگر این دلار به قیمت تاریخی خودش واکنش نشون بده، طلا شروع میکنه به نزول کردن و این قضیه قطعا متحمل هستش دوستان که این دلار اگر نتونه سقف تاریخی خودش رو بشکنه نزول بسیار سنگینی خواهد داشت. البته نه اونقدر سنگین، ولی خب برای نوسانگیری‌های روزانه سنگین خواهد بود، به قیمت 102 تومن خواهد رسید، ولی شاید هم ممکنه به قیمت 100 تومن هم مجدد برسه و طلا رو دوباره وارد فاز رنج و سردرگمی خودش بکنه دوستان. پس به این موضوع توجه بکنید. دوستانی که قبلا وارد شدن، یعنی با سیگنال چهارشنبه ما وارد شدن، اصلا جای نگرانی نیست. بذارین این بازار هر چقدر نوسانهای خودشون میخواد انجام بده انجام بده. شما در بهترین قیمت وارد شدین
حرف آریپا رو گوش کردین، بهترین سود رو تونستین برای خودتون بردارین و بذارین بازار هر کاری دلش میخواد بکنه. اصلا به سرمایه هاتون دست نزنین، اصلا فروشنده نباشین دوستان. دوستانی هم که از دیروز همراه ما هستن، همین الان 300,000 تومان طلای 18 رو داخل سود هستن و الان هم با سیگنال امروز میخوان وارد بشن، به صورت کلی حواستون به بازار باشه. اگر براتون مهمه که در روز حتما وارد بازار بشین، خارج شید، خب باید به هر حال حواستون به این دلار باشه و مواظب نوسان‌ها و تیرگرای ورود باشید. اما اگر به حرف آریپا میخواید گوش بکنین و بذارین طی این چند ماه صعود خوبی داشته باشه، اصلا شما هم مثل دوستانی که چهارشنبه وارد بازار شدن نگران بازار نباشین دوستان. خب بریم سراغ سکه امامی. سکه امامی همونطوری که قیمتش رو مجدد با هم دیگه اینجا چک میکنیم 104 میلیون و 480 104 میلیون و 500 قرار داره. یعنی الان در نزدیکی این قسمت بعد مدت ها بالاخره تونسته سقف تاریخی خودش رو بشکنه دوستان. یعنی سقف تاریخی که در سال 2025 به وجود اومده بود در این قسمت بوده در حدود 103 میلیون تومان، الان بیش از 103 میلیون تومان رفته. با این تفاوت که حباب سکه امامی زمانی که به 103 میلیون تومان رسیده بود 30 میلیون تومان حباب داشت، الان 12 میلیون تومان حباب داره. یعنی قدرت این بازار بسیار بالاست، بسیار سنگینه. دو عاملی که الان در بازار وجود داره و میتونه برای شما تریگر ورود باشه و زمانی که شما میخواین از بازار تریگر ورود بگیرین، ببینین دوستان کندل اول سنگینه، کندل دوم هم باید سنگین باشه. اگر کندل دوم سنگین نبود، تاییدیه خوبی برای شما نبود، باید تایمتون رو بیارین پایین. به خاطر اینکه حجم در بازار بسیار هستش، تایمتون رو حدود 5 دقیقه 3 دقیقه بیارین، پولبک های ماژور رو از بازار دریافت بکنین دوستان و تریگر ورودش رو که گرفتین وارد بازار بشین و این بازار در سکه امامی مطمئن باشین با موج صعود جدیدی که آغاز کرده حدود 10 میلیون تومان که رفته تریگر ورودش رو بده. سکه امامی از 110 میلیون تا 113 میلیون تارگت بعدی ما خواهد بود و صعود بسیار سنگینی خواهد داشت و برای سرمایه گذاران شرایط بسیار خوبیه. اما باز هم توصیه میکنم در طلا دارید سرمایه گذاری میکنین، در خانواده های طلا وارد طلای 18 بشید، نه سکه امامی. بارها دلایلش رو گفتم، بارها دلایل عدم سرمایه گذاری در صندوق طلا رو گفتم، مخصوصا برای دوستانی که میخوان با حجم بالا وارد بازار بشن. بارها دلایل رو بررسی کردم، یک سری دلایل رو عرض کردم، نمیتونم بگم این قضایایی که الان وجود داره. امیدوارم ویدیویی که امروز براتون گرفتم کامل و دقیق بوده باشه، براتون مفید واقع شده باشه. دوستان خواهشم به توصیه هایی که میکنم گوش کنین. یه سری روزها بازار تحلیل تکنیکال خاصی نداره، فاندم که هیچی، داریم فاندشو میبینیم. بچه‌ها توی کانال آریپا میان تکنیکال سیگنالشو میگیرن، وارد میشن، کیفشو میبرن، تازه فاند میاد که آره آقا داستان فلان چیزه. دوستان از ما تریگر خروج میگیرن، تازه داستان میشه که آره نمیدونم فلان توافق شده. توافقشون هم دیدیم هیچ تأثیری نداشت رو بازار ما، هیچ چیزی اتفاق نیفتاد. امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشه دوستان. تا درودی دیگر، بدرود.